مدل سازی قسمت اول. اولین آیتمی که میخوام بسازم پنکیکه. شیفت و A رو میزنم، یه دایره میارم. از اینجا شعاعش رو 8 میذارم. میخوام کوچیکش کنم. S رو میزنم، عددی که میخوام رو تایپ میکنم. در اسکیل هم میتونم همین کار رو انجام بدم. از اینجا به ادیت مود میرم که کلید میونبرش تب هست. این حالت برای ویرایش شکل آیتم هاست. اینها هم ابزارهایی هستن که میتونم باهاشون آیتم ها رو ویرایش کنم. دکمه F رو میزنم، از لبه ها یه سطح ایجاد میشه. با دکمه E سطحش رو گسترش میدم به بالا. کلیک چپ رو میزنم تا اعمال بشه. در اینجا 3 حالت انتخابی داریم: رأس، لبه و سطح که کلیدهای میونبرشون 1 2 3 هستن. میخوام سطح بالا و پایینش رو با هم سلکت کنم. اول سطح بالا رو سلکت میکنم، بعد شیفت رو نگه میدارم و سطح زیری رو سلکت میکنم. دکمه آی رو میزنم، یه سطح جدید داخلش ایجاد میشه. یکم میبرمش داخل. به مودیفایرز میرم. مودیفایرها در واقع اصلاح کننده هستن که هندسه یه جسم رو به روش غیر مخرب تحت تاثیر قرار میدن. روی اد مودیفایر کلیک میکنم. در جنریت سابدیویژن سرفیس رو میارم. سابدیویژن هر سطح رو به قسمت‌های کوچکتر تقسیم میکنه. لولش رو 3 میذارم، هم در ویوپورت هم در رندر. تب رو میزنم. کلیک راست شید اسموت رو میزنم. حالا میخوام یه بشقاب بسازم. یه دایره دیگه میارم، کوچیکش میکنم. F رو میزنم و گسترشش میدم. این سطح رو یکم بزرگ میکنم. آی رو میزنم و گسترشش میدم به پایین. با کنترل و 3 بهش ساب دیویژن لول 3 میدم. بعدش سطح زیریش رو سلکت میکنم. آی رو میزنم. برای زاویه روبرو دکمه 1 روی نامپد رو میزنم. از دکمه تیلدا هم میتونم به جای دکمه های میونبر در نامپد استفاده کنم. از اینجا روی ایکس ری کلیک میکنم تا بتونم داخل حجم ها رو ببینم. پنکیک رو یکم میبرم بالا. با شیفت و دی از پنکیک کپی میگیرم و روی سر همدیگه میچینمشون. آلت و زد رو میزنم، ایکس ری رو خاموش میکنم. برای ساخت عسل 7 روی نامپد رو میزنم. از زاویه بالا سطح روی پنکیک و چند تا از سطح‌های دورش رو سلکت میکنم. ازش یه کپی میگیرم. پی رو میزنم، با سلکشن جداش میکنم. سلکتش میکنم. در جنریت سولیدیفای رو میارم. سولیدیفای به سطح‌ها ضخامت میده. میارمش بالا تا ساب دیویژن روش اعمال بشه و تنظیمش میکنم. نکته مهمی که باید در نظر داشت اینه که بهتر همیشه عدد اسکیل 1 باشه تا مودیفایرها درست عمل کنن. کنترل و A رو میزنم، در اپلای روی اسکیل کلیک میکنم و دوباره سولیدیفای رو تنظیم میکنم. دکمه نقطه روی نامپد رو میزنم تا خیلی راحت‌تر بتونم روی آیتمی که سلکت کردم مدل سازی رو ادامه بدم. لبه هایی که اومده پایین رو هر جوری دوست دارم تنظیمشون میکنم. برای ساخت کره یه پلین میارمش بالای عسل. کلیک راست ساب دیواید رو میزنم. گسترشش میدم و ساب دیویژن بهش میدم. با کنترل و آر یه برش وسطش ایجاد میکنم. برای ساخت بلوبری یه مکعب میارم. سطح بالاش رو سلکت میکنم. آی رو میزنم و گسترشش میدم به پایین. بعد ساب دیویژن بهش میدم. سطح پایینیشو یکم میارم بالا. هر جور دوست دارم آیتمایی که دارم رو چیدمان میکنم. در آخر کار حتما فایل رو سیو کن و یه اسم براش بذار. ساخت فنجون رو توی ویدیو بعدی یاد میدم.